ترانه بعدی میرزا کوچیخان، ناصر مسعودی. چقدر جنگل خوشی ملت وستی خسته رو بستی می جان جانانای هرگم میرزا کوچی خانای خدا دانه کی من نتانم خفتن از ترس دشمن. هرچند که گفته شده این ترانه یکی از لالایی های قدیمی گیلانه، با این حال کار معاصر دیده میشه و حتی ترانه کاملا قاعده داره. یک ترانه مناسبتی که در یادبود این شخصیت گفته شده، یک ترانه حماسی گیلان. نکته جالب، با وجود اینکه از رشادت ها و فداکاری ها گفته، اما همه افعال به زبان حال جاری گفته میشه. چقدر جنگل خوسی، انگار هنوز هست، دفاع میکنه و آرامش میده. این ترانه به نوعی میاد یک روح جاودانگی قائل میشه برای هر کسی که در دفاع از آرمانهای مقدس خودش جونش رو از دست داده. نیست ولی انگار هست. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ اینه داستان میرزا کوچیک. از لحاظ موسیقی یک کار ارکسترال هست با همراهی یک گروه کورال که هارمونی خیلی زیبایی داره، با آهنگسازی و تنظیم آقای سید محمد میرزمانی که زیبا و دلنشینه و در سال 1366 منتشر شده. اگر به کارهای حماسی علاقه‌مندید، ملودی خیلی زیبایی داره، حتما گوش بدید.